درود بر شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. شاید الان اینکه دارید این ویدیو رو تماشا میکنید حالا کانال ما از یک سیر رد شده. همین الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم براتون، توی کانال ما یک پستی با عنوان توقیف شد. این کانال به دلیل فعالیت مجرمانه و نشر و تولید دوره‌های غیرقانونی همکنون توسط پلیس فتا و وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توقیف و مالک آن به مراجع قضایی معرفی گردید و پلیس فتا تامین کنند. و اینم پروفایلمونه که پروفایل پلیس فتاست. ببینید اینی که دلیلی که ما این پست رو اولا اینکه ما این پست رو خودمون گذاشتیم، اصلا پلیس فتایی در میان نیست. و اینی که ما اینو گذاشتیم دلیلش اینه که احتمالا شما دیدید تا حالا کانالتون احتمال داره که اون جذابیتش، هیجانش، ویوش بیاد پایین. بعضی موقع ها ما نیاز داریم که برای اینکه بتونیم اون ویو کانال خودمون رو کمی ببریم بالا یا کد کانال رو ببریم بالا، یک هیجان کاذب ایجاد کنیم، باید با یک سناریو کنترل شده یک حاشیه ایجاد کنیم برای اون کانال خودمون که تلگرام. حالا چجوری؟ ما اومدیم از حاشیه دستگیری استفاده کردیم. شما میتونید از حاشیه مثلا این کانال هک شده است، این کانال از دسترس خارج شده است و کلی چیز دیگه که میتونید از سناریوش استفاده کنید. ولی خب کمی ریزش ممبر خواهید داشت، همکنون که همون جوری که همکنون ما داریم تجربه میکنیم. توی حدود نیم ساعت فکر کنم 20 تا ریزش داشتیم یا 21 تا که این عادیه. ولی خب من الان دارم بررسی میکنم و دارم مثل چشم عقاب نگاه میکنم، خیلی جاها اسم رپتور اومده میون. و یک چیز خوبی هم که این وسط هست، بعضی رقبا میان میزنن که آقا کانال فلانی بسته شد، فلانی فلان شد. بعد تو میای ضد حمله میزنی، فیدبک میدی، طرف رسما دیگه ضایع میشه. حالا با اینا کار نداریم، بریم سراغ خود آموزش کوتاهمون. شما برای اینکه بتونی کانال خودت رو ببری بالا، وقتی که دیدی کانالت خیلی کم ویو داره، اصلا هیجانی نداره، باید یک سناریو تولید کنی. حالا چجوری اون سناریو رو تولید کنی؟ چندین راه مختلف هست برای تولیدش. خب استوب کرد. خب ظاهرا داره ضبط میکنه، کرش کرد، نمیدونم چی شد. صبر کنید یه لحظه. خب فکر کنم درست شد. آره چی میگفتیم؟ شما برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید، باید بیا یک سناریو یا دو سناریو یا چند سناریو تولید کنید. این وسط نمیدونم الان داره ضبط میکنه یا نه. بله ضبط میکنه ظاهرا. برای این کار ببینید شما دو تا سناریو میتونید تولید کنید. یکی که همون کانال ما هک شده توسط مثلا فلان تیم، یا یکی این که کانال ما توقیف شد. به همین سادگی آموزش ما تموم شد. میتونید برید این کار رو انجام بدید. یکم ریزش ممبر خواهید داشت ولی خب ویوتون بالا خواهد رفت، سر زبونا خواهید افتاد. از من به شما نصیحت باشه. و اینم بگم که کانال ما توقیف نشده، ویدیو رو خودمون بارگذاری کردیم. امیدوارم که خوب باشید. تشکر که ویدیو رو نگاه کردید. امروز کرش کرده این کامپیوتر ما، پی سی ما، ولی خب در کل سعی کردیم ویدیو رو ضبط کنیم. نخواستم دیگه استاپ کنم وسطش. امیدوارم که خوب باشید. چنل ما رو سابسکرایب کنید حتما. کانال تلگرام عضو باشید، اطلاعی ها اونجا گذاشته خواهد شد. تشکر از شما. بدرود.